وقتی شوهر زهرا تو تصادف فوت کرد، اون موند و یه بچه شیرخواره. هنوز کفن شوهرش خشک نشده بود که سعید، برادر و شریک شوهرش، اومد جلو. سعید گفت نگران نباش، اموال رو بسپار به من، براتون سرمایه گذاری میکنم. زهرا هم اعتماد کرد و وکالت داد. اما سعید نامردی کرد، همه چی رو فروخت، پولا رو برداشت و فرار کرد آمریکا. زهرا 15 سال با بدبختی بچه‌شو بزرگ کرد، اما سعید اون ور دنیا با پول دزدی میلیاردر شد، زن گرفت و بچه دار شد. انگار نه انگار که آه یتیم پشت سرشه. تا اینکه سعید با غرور برگشت ایران و یه امپراتوری را انداخت. پسر زهرا رفت حقشو بخواد، ولی سعید تو چشماش نگاه کرد و گفت هیچی مال تو نیست، گم شو بیرون. اما خدا جای حق نشسته بود. چند روز بعد سعید و کل خانواده‌اش تو مسیر فرودگاه تصادف کردند و همه در جا فوت شدند. و قانون چی گفت؟ چون سعید هیچ وارث دیگه‌ای نداشت، تمام اون ثروت افسانه‌ای رسید به تنها وارثش، یعنی پسر زهرا. دزدی که 15 سال برای صاحب مال کار کرد. اگر خوشت اومد لایک کن و بنویس خدا جای حق نشسته.